داستان‌های حسن قسمت اول. حسن آقا از وقتی که وارد فرودگاه امام خمینی شدید تعریف کنید. الان 6 ماه دیگر گذشته، 6 ماه لیتر من برگشتم. 6 ماه پیش رفتم کجا؟ ایران. این ساکه با این وضع فجیع برگشته. حساب کن داستان زندگی چیه دیگه، خودت به خود آخرشه. حالا ما بردیم ساکه باز کنیم، بعد ساکه باز کنیم شروع میکنیم قسمت‌های اول، دوم، سوم ایران و خنده ها، ایران و گریه ها و ایران و همه چیش دیگه. حالشو ببری اینجا، پیچوندنیاش هم میگم کجا میپیچونن، کجا باید خودت بپیچی باید بری دیوار. این زندگیش اینجوری. یعنی وضعیت ساک منه. 2 روز بعد خودم اومده. تو خیابون بودم، کلید بلیط نداشتم، همه چی. تلفنم توش بوده، شانس من. این زندگی منه. حالا ساک باز کنیم ببینیم چه بلای سرش اومده. فعلا که آمریکا کاغذ نوشته بکنم بیاین من مصبتون رو ببینم چی نوشته. سواد یختی اخیا بین میدود. اینم داری هم ایرانوز. آره همین. عکس واسه پاسپورته که به این وضعیت افتاده الان. این جد بزرگ عبدالحسن محمد بن سعید بوده که الان به اینجا نشه عبدالحسن کلوین اومده. بله این شخص خیلی بزرگی بوده. میگن این کی هستش؟ این کسی بود که این چیزا رو قطار اولین بار آورده ایران. البته قطار این کنترلی‌ها نه از اون بزرگ. بعضی پل میزد، پل ساوینا رو همه رو این زده، پل میزد، بعد تمام کارگران خودشون فامیلش می‌داشت دیگه. بعد خارجی‌ها سوار قطار می‌شدن، بمیره خانواده خودش بمیره که خارجی نمیره. اینم وضعیت این. خب این چیز بادام. حسن آقا تو ایران حالا اینو نمیخواد باز کنین. تو ایران میخواستن در این ساکو باز کنن، چه اتفاقی افتاد؟ بیشتر دیدم یارو سایه دوید با این دعوا کنن، ما کنسرت کنن، داداش کوچیکار میکنه، گفت ساکو باز کنم. گفتم این زیپ داره آقا، عزیز چیکار؟ گفت زیپو میخواد چیکار؟ شما خیلی هم خوبه. شما شهرداری چی هستی؟ آره. خب پس که حالا پس فعلا داستانو خداحافظی میکنیم تا قسمت دوم ان شاء الله. چه چیزای نابود شده، ساک قیافش شدن چارگوشو الان گرد شده اینقدر این منور. شبیه توپ فوتبال بوده ظاهرا. ببین توش چی زنده موند. خدا نگهدار. تا برنامه بعد ان شاء الله.